قاعده 185 می است که اسباب ارتداد ابو فاهیم، چرا یک نفر مرتد میشه؟ اول علتش که مردم مرتد میشن، سبب اولش دسیسه های کفار است. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان میفرماید که وقال طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واکفروا آخره. اینا چی دسیسه میکردن یهودی‌ها؟ یا میگفتن بیاین ما در طول روز، وجه النهار، در طول روز ما و شما چی میشیم؟ یهودی‌ها دسیسه کردن که ما مسلمان‌ها را چه قسم از دینشان مرتد بسازیم. یکی از دسیسه‌های کفار همی است که میگه یا را در دینشان در شک میپرتیم. چه قسم در شک میپرتیم؟ در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم ما امروز صحبتی که شد میایم که مسلمان‌ها میشینیم برشان میگیم ما مسلمان شدیم، کلمه میخوانیم. وقال طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذين آمنوا وجه النهار. الله از این دسیسه از اینا خبر داد به رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا آیت قرآن نازل کرد که یهودی‌ها دسیسه شون چی است؟ که در طول روز سر صبح میگیم چی میشیم؟ میگیم ما مسلمان هستیم. دیگر که شد برای مردم میگیم که اونو بیادر ما مسلمان شدیم، ما آمدیم کلمه خواندیم، قرآن قبول کردیم، پیغمبر قبول کردیم، لکن دیدیم که حق نیست، پس کافر شدیم. یعنی در شک انداختن دیگه مسلمان ها. این مسلمان های دیگه که ببینید مردم دیگه که سیل کنن که اوه این خو اهل کتاب هستن یا بسیار عالم هستن، دانشمند هستن، یا کی گپ میزنن، پس گپشان چی است؟ درست است. اونا هم چی میشن؟ در دین خود شک میکنن و بالاخره کافر یا مرتد میشن. پس یکی از اسباب ارتداد چی است؟ امو دسیسه های کفار است که مسلمان ها را در شک میبردن در معتقداتشون. حال شما حتما وقتی که میبینید روزانه در فیسبوک هایتان، در تلویزیون ها، در رادیو ها، همیشه میبینید چی هست؟ به شکل از اشکال یکی در پیغمبر در شک میندازن، در شخصیت پیغمبر، در شخصیت صحابه، در قرآن عظیم شان، در احادیث، متوجه هستین؟ در علما، در مساجد، در هر چیز مردم هم به شکل اشکال در شک میپردن تا که مردم چی شون؟ از دین مرتد شون. و به این شکل یک تعداد انسان هایی که ایمان قوی نداره و یا مسلمان های تذکره یکی هستن یا مسلمان هایی هستن که عقیده را نمیفهمن، وقتی که سون از واسه سال کرده دستای از اونها را شنید، اینا مرتد میشن. پس یکی از اسباب ارتداد دسته های دشمن های اسلام است که الله سبحانه و تعالی در این آیت قرآن میگه که وقال طائفة من اهل الكتاب، یک طایفه از اهل کتاب گفتن آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار، صبح که مسلمان شوین، واکفروا آخره، در آخرش چی شوین؟ کافر شوین، لعلهم یرجعون، شاید که هم ما را دیده چی کنن؟ از دین خود برگردن. سبب دوم ارتداد و مرتد شدن چی است؟ ضعیفی ایمان است. بعضی کسا ایمان ضعیف داره، سر ایمان خود سخت کار نکردن، خوب دیندار است و نمازخوان است، عبادت میکنه، مجرده که یک امتحان الهی برش آمد بازی چی میشه؟ فوراً از دین میگرده. کمک سختی سرش آمد، کمک فشار سرش آمد. سیکو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم تو گمان میکنن که همین قسم ترک شوند، گذاشته شدن ان یقولوا آمنا که ما ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون، در حالی که اونا چی؟ امتحان نشدن، هیچ امکان ندارن. حتما این مردم چی میشن؟ آزمایش و امتحان میشن. ولقد فتنا الذین من قبلهم، الله میگه یقینا که ما امتحان کردیم کسایی که قبل از اینا بودن، یعنی پیش از این دیگه پیغمبرها بودن، امتهای پیغمبرها بودن، یا امتحان کردیم. چرا امتحان میکنه الله؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تا که الله تفکیک بکنه چیه؟ انسانهای صادق و انسانهای کاذبه. پس انسان وقتی که کلمه میخونه این مورد امتحان الهی قرار میگیره. این امتحانات دو قسم است. گاهی انسان در امتیازات امتحان میشه که ما برای تو چوکی میتم دینت ترک و پیسه میتم ترک تو دینت، زن و دختر و
دخترای زیبا را بر تو به نکاح میاری. مثل که رسول الله صلی الله علیه و آله آمدن و گفتن که پیغمبر تو چرا دعوت میکنی به طرف اسلام؟ اگر چوکی میخوای بیام و رئیس دارالندوه را مقرر میکنی. او وقت هم پارلمانشان و قوه اجرایه و مقننهشان کلش هم دارالندوه بود. دختر میخوایم تو رهبر تعیین میکنی. این دعوت ترک. اگر مال میخوایی از کل قبایل بر مال جمع میکنیم، ماهوار بر خدمت میگذاریم. اگر زن میخوایی و استراحت میخوایی، از هر قبیله برات یک دختر جوانی رو در نکاح تو قرار میدیم. تو رفتی یک زنی رو گرفتی که از 15 سال کلان است، نه؟ ام المؤمنین خدیجه کبرا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله مبعوث شد، رسول الله صلی الله علیه و آله 40 ساله بود، خانمش 55 ساله. دیگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله اینا رو دعوت میکرد، گفت از هر قبیله یک دختر جوانی رو به نکاحت میاریم. رسول الله صلی الله علیه و آله گفت اگر آفتاب به دست راست مبانین، مهتاب به دست چپ بگذارین که من این دین ترک بکنم، من این کار نمیکنم. پس در اینجا میگه که این امتحان است. گاهی این امتحان به شکل چی میباشه؟ این امتحان بعضی اوقات به شکل در چی میباشه؟ در امتیازات میباشه. و بعضی اوقات امتحانات در این میرسه که سختی ها سر انسان میه. به اندازه سختی ها سر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله آمد که حتی بعضی اوقات شما میدین که میگه که یک قسم اره ها جور کرده بودن، از فرق سر میفتن اره میکردن تا پایین دو توتش میکردن. یا یک قسم چیزای آهنی جور کرده بودن که انسانی که مؤمن بود و که زمینه که چی میکردن که از این گوشتایشان هم چی میکردن، گوشتایشان کتش هم خراش میکردن، تراش میکردن و اینال به اندازه میگه که حتی بلغت الحلقوم الحناجر، حتی روده هایشان و حلقومشان حنجره هایشان از دست سختی سر از اینا میامد. دیگه اینال یکی از اسباب ارتداد چی است؟ سبب اول ارتداد چی بود؟ دسیسه های کفار بود. سبب اول ارتداد دسیسه های کفار و سبب دوم ارتداد چی است؟ ضعیفی ایمان است. ضعیفی ایمان چی است؟ که بسیاری کسا وقتی که امتحان میشه دمی امتحانات خود ناکام میمانه. سبب اولش دسیسه کفار، اسباب ارتداد، و سبب دومش ضعف ایمان بود که بسیاری کسا تا وقتی که سرش امتحان نامده خوب دیندار است، خوب مسلمان است، خوب نمازخوان است. باز وقتی که امتحانات سرش آمد، طبعا ایمان که ادعا کردی یا امتیازات از دست میدی و یا همچنین سر سختی های دیگه میه و گوشت ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. یعنی سختی ها سر انسان میه، امتحانات میه. انسان های ضعیف ایمان کمی امتحان آمد خوب دیندار است، یک چوکی که برش پیشنهاد شد ایمان اثرش کوچ میکنه، باز ببینی که فشارش این از 100 در 0 پایین شده. دیدن بسیاری کسا مثلا وقتی که خوب میگه دیندار است، میگه که سرش فشار آمد، سختی آمد، خب سختی میاد از هر جهت سر انسان. یا دو کلمه گپش شنید. بسیاری کسا رو ببینید مجرد که یک دینداری کرد، یک کس آمد یک لفظ منفی برش استعمال کرد، دیگر روز ببینید وقت ریش خدا کل کرده، وقت حجاب خدا اوسو انداخته، وقت دین خدا، عقیده خدا ترک کرده، در حالی که خانم فرعون در قصر فرعون با فرعون مقاومت میکنه. متوجه هستین؟ سمیه یک زن سرسفید است. ابو جهل در زمین بستیش میکنه وقت نیزه ها هست و آتش هست و چی هست، ولی دین خدا ترک نمیکنه. یعنی بسیار ضعیف است و سال خورده هست اما قوت ایمان داره. پس دومی سبب از اسباب بیدین شدن و گمراه شدن و مرتد شدن چی است؟ ضعیفی ایمان است. و امتحانات میشن
فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تا که الله معلوم بکنه. سومی سبب از اسباب ارتداد چی است؟ عدم فهم صحیح و کامل عقیده اسلام. اگر کسی عقیده صحیح اسلامی را کامل نفهمه، آگاهانه یا ناآگاهانه مرتد میشه. سجده به غیر الله میکنه، مرتد میشه، ولی نمیفهمه که من مرتد شدم. بسیاری مردا هستن مثلا وقتی که احکام نفهمید، یک نفر ازدواج میکنه احکام ازدواج نمیفهمه. وقتی که احکام ازدواج نفهمید، خانم خود صبح شام دیگه هر وقت کمی قار شد باش میگه طلاق هستی برو خانه پدرت. باز یک هفته بعد باز میگهش که طلاق هستی برو خانه پدرت. او هم لفظ طلاق اونجا حفظ میشه. در خانم خود گفت که تو طلاق هستی، طلاق ریجی واقع شد. باز یک هفته بعد باز چی گفت؟ طلاق هستی. دو طلاق شد. این سرش خانمش حرام میشه تا وقتی که نکاح دیگه بکنه و اثر تجدید نکاح. باز یک هفته بعد باز میگه طلاق هست. این حال یک نفر بینه که هفته یک دفعه خانم خود طلاق میگه که تو باز زندگی رو دوام میده. در روز آخرت وقتی که میخیزه که تمام عمر ازیده چی نشته شده؟ زنا 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 زنا. وقتی که خانم طلاق شد، این خانم رایزو به زنا مبتلا شد. پس این خودش خوش است که من این خانمم است، در حالی که خودش با می الفاظ طلاق رو چی کرده؟ سر خود حرام ساختن. پس وقتی که آدم ازدواج کرد باید احکام ازدواج و طلاق بفهمه که یعنی گپ ازدواج است، اینجا طلاق میشه، اینجا سر من احتیاط خدا بکنه. اینمی قسم در عقیده بسیاری کساس مرتد میشن، عقیده را درست نمیفهمن، با مخلوق سجده میکنه، خوشحال است که مولا بسیار خوب مسلمان است. در مشکلات استغاثه به غیر الله میکنه، عوض یا الله بگوید نه مخلوق میگه. یعنی در عبادات بسیاری کسا در شرک مبتلا میشن. ما شما عبادت اقسامش خواندیم. در اطاعت از شریعت در شرک و کفر مبتلا میشن، ولی چون عقیده را درست نمیفهمه بیچاره از پیشش ارتداد رخ میده و این نمیفهمه. سبب چهارمی که مردم مرتد میشن متأثر شدن به مکاتب فکری و فلسفی کفری است. خطر آخر زمانی است که شما در جا ببینید مکاتب کفری فلسفی، کسایی هستن افکاری هستن سیکولاریزم، فلسفه های الحادی، ما شما خواندیم ملحدین اقسامشن. این فلسفه ها هست شما که در هر مکتب و در پوانتون و در تلویزیون و در رادیو میبینیم که اینا میخیسن و تبلیغ میکنن همین اندیشه های کفری ده. العیاذ بالله خالق وجود نداره، العیاذ بالله قرآن که کلام پیغمبر است، العیاذ بالله مثلا ملائکی وجود نداره، جنتی وجود نداره، دوزخ وجود نداره. این تمام روز بعضی از استادای بیدین و کافر در صنفها برای بچهای مکتب و دخترای مکتب میگن، حتی در صنفها میگن، در پوانتون ها میگن، در رسانه ها میگن، در مجالسی که شما میرین یک کافر شیشته شروع میکنه. پس اینال چی است؟ این افکار کفری خدا وقتی که در مغز مردم جای به جای کرد، ببینی که یک جوان صنف اول خوب مسلمان و دیندار، در صنف سه که بیری کافر شدن. علتش چی هست؟ سوال میکنه که میفهمی از سوالش که سوالش کفری هست. متأثر به چی شده؟ به می فلسفه های ماتریالیزم و ایدئالیسم و داروینیسم و این گپا یک دفعه در ذهنش داخل میشه و این وقت برای عقیده نداده، اینه مرتد میسازه. سبب پنجمش که است که مردم مرتد میشن تکبر و خودخواهی هست. بعضی کسا الله برشان نعمت بسیار خوبی داده که نعمت عقل است. نعمت عقل یکی از نعمتهای بسیار بزرگ الهی است که بر انسان ایره الله داده. بعضی کسا وقتی که عقل بسیار خوب داره، خوب استدلال میکنه، دلایل منطقی خوبش میگه، خوب قوه گفتار داره، خوب تحلیل میکنه، بالاخره امی عقل ازی
نعمت دیگه الله جسم انسان است، خوب جسم داره، خوب اندام داره، خوب قواره داره، خوب. نعمت دیگه الله علم انسان است. بعضی اوقات جسم انسان مغرور میسازه. من تو اندامی که دارم، تو جوانی که دارم، تو زیبایی که دارم، من باید تحت تاثیر هیچ چیز ندارم. بعضی کسا هست که عقلش این مغرور میسازه، متکبر میسازه. بعضی کسا هست که حتی علمش خوب عالم است، لکن علم از این چی ساخته؟ مغرور و متکبر ساختش. و خطر در چی است که الله میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما تحت تاثیر گامهای شیطان نرین. چرا؟ شیطان تو از خود شروع میکنه، از پایین، خطوه. اول میده علمت را مغرور میسازه، در جسمت را مغرور میسازه، در عقلت را مغرور میسازه، و بالاخره آهسته اینمی غرورها، تکبر روز به روز در قلب زیاد شده میره. حالا ابلیس علت کفرش چی بود؟ مرتد چرا شد؟ اول خود مسلمان بود، مؤمن بود، در بین مؤمنین خود داخل کرده بود. چرا کافر شد؟ به خاطر ازی که ایدمی قلبش می غرور و تکبر و خودخواهی بود. نیسه بی الله من خب بسیار خوب آدم هستم، با تقوا هستم، الله عالم الغیب است. الله عالم الغیب است، میفهمه که این متکبر است، و انسان متکبر بالاخره چی میشه؟ با کفر ایره میکشونه. در یک امتحان کوچک کافر شد. ابا و استکبر و کان من الکافرین. الله میگه که این از جمله کافرها بود، ولی خدا در صف مؤمنین زده بود. پس وقتی که امتحان الهی آمد، این غرور و تکبر ازی سبب چیز شد؟ سبب کفر ازی شد. اینال بسیاری وقتا انسان خوب دیندار و مؤمن می باشه، یک دفعه جوانی و زیباییش، یک دفعه قوت و تواناییش، یک دفعه علم و دانشش، یک دفعه عقل و استدلال عقلی از سبب چی ازی میشه؟ سبب کفر ازی میشه. که بالاخره ما بعضی کسایی را دیدیم خوب نویسنده بوده و خوب نوشته و خوب کتابای لوکس نوشته کرده، وقتی که خوب استدلال خوبش داشته، یک دفعه مغرور شده، باز بالاخره خسته، سر تو نقد کو، سر از اون نقد کو، سر از اون نقد کو، بالاخره نقد خدا آمده سر چی شروع کرد؟ سر پیغمبر شروع کرده، سر قرآن شروع کرده. باز اینا بیخی کافر شدن. شما ببینید بسیاریشان مثل بعضی از نویسنده ها هستن که ببینید اول بسیار خوب آدم است، یک کمکی که رشد کرد، مردم که خوش کرد، 4 تا کتاب از زیره، 4 تا دلیل از زیره، بالاخره غروری متکبر میشه. وقت متکبر شد، بعد از حد خود تجاوز میکنه، سر قرآن هم بدگویی میکنه و سر پیغمبر هم، سر کل چیز. یعنی بالاخره تکبر از زیره به چی میکشونه؟ به کفر میکشونه. سبب ششم از اسباب ارتداد چی است؟ تأثیر به برنامه‌های جنگ فکری. حالا شما اگر ببینید دشمنای اسلام در پالوی ازی که مسلحانه جنگ میکنن، زیاد جنگ فکری میکنن. مثلا شما ببینید یک تیاری کافر میره بسته قریه را خراب میکنه. دو قریه نه قرآن میمانه، نه کتاب میمانه، نه انسان میمانه، نه طفل میمانه، نه بزرگ میمانه، کشته میره از یک سر. لکن همون خبر از رو چی میکنن؟ منیست یک خبره که بسیار کوچک، همون اتاق میه توسط بمباردمان رژیم اسد و روسها چی شد؟ 300 نفر کشته شدن. خلاص 300 نفر کشته. در فلانی جای مثلا در افغانستان امریکایی ها بمبارد کردن، باز امو جنرالشان گفت که ما در این باره تحقیق میکنیم. پس 1000 نفر کشته شد، 2000 نفر کشته شد. در برما کشته میشه. یکی از قریه های مسلمانان یا مثلا 10 قریه مسلمانان توسط قوای حکومت برما چی شد؟ ویران گردید. حالا نمیگه 10 قریه چقدر نفر بود، چقدر زن بود، چقدر طفل بود، انسان های
چی شدن؟ فقط ویران شد و واجد شد، نصفش گریخت نصفش کشتن. بسیار خبرک عادی جنگ فکری است. اما وقتی اگر یک مسلمان در یک بغل آخرین جای کو یک که آدمی هست به نام مسلمان است، او کتش بشینی کلمه را نمیفهمه و دین هم نمیفهمه و مسلمان هم است یا نیست، این که خانم خود جنجال کرده یا خانمش رفته کت کدام تای دیگه گریخته، بالاخره این دگیر ازی آمده، اعصاب ازی خراب شده، مثلا کار که زده گوش ازی رو بریدن. باز خبر از رو ببینی که سر در هر رسانه که این مسلمان ها در حالی که مسلمان هایی که بر زنای خود احترام میکنن، حقوق زن مراعات میکنن، تمام روز جوالی واره، صحیح نه؟ جوالی واره. یک کسی نمیفهمید دستای من دراز شده از زیاد سودا آوردن برای زنها، صاحب گوشت بیاره، مرغ بیاره، پلاو بیاره، قورمه بیاره، سودا بیاره، کالا بیاره، بیاری و هیچ یاد نمیکنن. اون یک دانه مرد در بین 30 میلیون یک مرد لودگی کرد، اونو یک اشتباه کرد، در حالی که او اشتباه از رو نه قرآن قبول داره، نه پیغمبر قبول داره، نه حدیث قبول داره، نه علمایی رو تایید کردن، نه مسلمانای حقیقی تایید کردن. کل از رو اوس میمانن جنگ فکری است. سایفم یک گوش از این سایفم اینجا میاره و باست چند تا عکس ملاها را میاره، مولوی ها را میاره. به خاطر چی هست؟ جنگ فکری هست. این حال بسیاری کسا هستن نمیفهمه که این برنامه جنگ فکری هست، مرتد میشن، از دانش گپ میبراین. اگر اونا مثلا یک نفر 1000 نفر کشت، یک قاتل 1000 نفر کشت، در سر از 1000 نفر هیچ تبصره نمیشن. اگر باز قاتل کدام مسلمان خیست و قصاص کرد، باز سر از این دیگه و علا حقوق بشر، علا حقوق انسان. چیه؟ جنگ فکری. و کسای مقتولینی که کشته شده و وارن تیر خدا میرن. و این قاتل اگر باز نه حقوق انسان چطور میشه؟ بیچاره چطور میشه؟ باید برای قاتل حقوق بشر مراسم. خیلی 100 نفره که کشته بود چطور میشه؟ پس بسیاری کسا امروز به اساس برنامه‌های جنگ فکری گروپ‌ها میسازن. فکر نوین، اندیشه نو، تجددگرایی، مدرنیزم، این چیزا را میاره. این نفر بیچاره نمیفهمه که چی میگه. از خلال اینمی اصطلاحات جدید برازومه که یعنی مدرنیزمی است که تو باید چی شوی؟ از قرآن دور باشی، از سنت دور باشی، خودت مود نو بکشی. مود نو چی است؟ مویایت انسان وارد جور نکن، مثل چی وارد خار پشتک واره مویایت یک بقله مثلا مود میگن. نه مدرنیزم هم مزمی گرفته شده. مود نو چی است؟ مدرنیزم است. فکرشم وقتی کلی شده بود، کلیت از کلی آدم گوسو کن مویایت سم آدم وارس. نه ایره بگی چی کن؟ ایره ریش تو سم ریش آدم وارس. ایره بگی یک خط اینجا بزن، یک خط اینجا بزن. هم یک قسم روی خدا مثلا خرای وحشی که است، نه تو خط 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 است، از این جور میکنن. کلیشه که سعی کنی یک قسم مرغای خراس واره مویار یک قسم جور کرده. چی است؟ والا سمی مود است. خیلی مدرنیزم چی است؟ که تو از این فطرت ایمانی و اخلاقی دور شو، بخی فکر نوی است که تو بخی میتونی که مودی است که تو همین قسم قوارید حیوانات رو جور کردی، گپای تو مثل حیوانات واره، نه ادب مراعات کن، نه اخلاق مراعات کن، نه احترام دین بکن، نه احترام دیگران را بکن، سر هر چیز بخی رشخندی بکن، مسخرگی بکن. پس کلش اسالیب جنگ فکری خطرناک است که کسی که جنگ فکری را نمیفهمه. ما روزای جمعه در مسجد تکبیر از ساعت تقریبا 11 و 12 بجه روزای جمعه در 4 مسجد رویال است، شفخانه رویال میگن در پیش سفارت ایران، بازم داخل شفخانه مسجد تکبیر است. اینجا ما درسای جنگ فکری داریم دیگه. اینا اون جنگ فکری که بفهمیم باز مغز تواز میشه کو ولی مردم چه پروژه دارن.
دیگه بسیاری کسا متاثر به این برنامه جنگ فکری میشن و این تاثیر به اینا را مرتد میسازه. یک وقتی که خبر میشن که یا مرتد هستن که باز در قبر رفتن میبینن که او والا صاحب ما خود جمله مرتدا هستیم، ما خیلی گپایی که میزدیم ما رو به کفر کشانده است. سبب هفتمش هست اهل اهوا و فرقه ها هست. در آخر زمان مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف میگه که نصرانی ها و یهودی ها به فرقه های زیاد 70 و چند طبقه شدن، امت ما هم به 73 طبقه تقسیم میشه. از این طبقات زیادی که هستن یک گروهی از اینا اهل جنت هستن، 72 طبقه دیگه کلش دوزخی ها هستن. این حالا که شما ببینید یک طایفی که صحابه پرسان کردن که اینا کی هستن، گفت ما انا علیه و اصحابی. اما گروهی که نجات پیدا میکنن کسایی هستن که به طریقی ما و به طریقی اصحاب ما کتاب الله و سنت رسول الله را مشناسن و عمل میکنن. پس قرآن است و سنت است. ما قرآن و سنت به طریقی کی باید عمل بکنیم؟ به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم. و فهمی که صحابه بسیار خوب فهمیده بودن. رسول الله هم شهادت میده. اما امروز که شما ببینید گروه های مختلف هستن، هر کس یک تفسیر خاص خود از دین میکنه، یک استنباط و یک استدلال خاص عقلانی خود داره. نماز رسول الله سمه که این قسم قیام بکن، این قسم رکوع بکن، این قسم سجده بکن. یا میگه نه منظور از نمازی نیست. خیلی نماز چی است؟ قلبت نماز بخوان. یعنی نماز عملی ده که احکام و ارکان و اوقات داره، این به چی انتقال میتن؟ به قلب. میگه خلاص نمی قلب نماز خوانی تو دیگه بسیار خوب آدم هستی، خلاص اما قلبت خالقت شناخت تو در حقیقت نماز خوانی. این گروه های جدیدی که یک کسی دیگر ببینه به کت ساز میخواد عبادت میکنه، یک کسی کت رقص عبادت میکنه، برخلاف آنچه که در کتاب الله و سنت رسول الله. در کتاب الله میگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. در نماز بسیار خشوع دارن که وقتی که استاد میشه در نماز مثل درخت خشک در مقابل خالق متعال استاد میشه. یا میگه نه ما سر عبادت میکنیم با رقص و با ساز و با دول و عطن انداختن و با اختلاط بین زنها و مردا و با برهنگی و با سرلوچی و با ایگپا. ایناله بسیاری وقتا باز اینی اهل اهوا و اینی فرقه ها که هستن یا باز قرآن و سنت قبول نمیکنن. وقتی برش یک آیت قرآن بخونیم میگه والا صاحب در حزب ما این قسم امی آیت نگرفتن، اینی حدیث صحیح هست والا این مذهب ما نگفتن، اینی آیت قرآن است والا این بزرگ ما باش از او پرسان کنیم. تا وقتی که آیت قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این مخلوق نامعصوم تا که معصوم این اسمت نده او را قبول نداره. یعنی او را نامعصوم فکر میکنه، این چی فکر میکنه؟ معصوم فکر میکنه. پس این شیخ نامعصوم معصوم شد، سرچپه شده. این باید او را تایید کنه که ولی آیت قرآن درست است، این باید تایید کنه که این حدیث پیغمبر ما باید را بگیریم. اگر دیگه حدیث صحیح پیغمبر که کل علمای اسلام رو گفتن که حدیث صحیح است، موضوع چی میکنه؟ او را قبول نمیکنه. این تو مشکلات است و اینی بسیاری وقتا سبب ارتداد میشه. چرا؟ ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله. علت ارتدادشان چی است؟ ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله. الله چی را نازل کرده؟ قرآن و سنت. همین قسم که قرآن وحی جلی هست، احادیث صحیحه چی هستن؟ وحی خفی هستن. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پس اینها به عوض از که قرآن و سنت بپذیرن، در مقابل از کراهیت باز می داشته باشن. اهل اهوا آیات قرآن بدشان میاد. چرا؟ اهل اهوا کسایی هستن که رواج پرست هستن. وقتی که برشان از قرآن و سنت گپ بزنی باز بدش میاد. این مخالف رواج ماست، مخالف کلتور ماست. و فرقه ها که است باز میگه این مخالف حزب و مذهب و مسلک و منهج ماست.
ما به این قبول نداریم. بسیاری وقتا مردم یا وقتی که مخالف به این اما حزب و گروه و فرقه خود مشغول هستن، مبتلا هستن، بازی سبب چی میشه؟ ما انزل الله را بد میبینن، خودش خو عمل نمیکنه. اگر تو باز عمل کردی، تو هم در مقابل چی هستی؟ تو هم بدش میاد. چرا ما بدت میاد؟ میگه تو به خاطر که اینی آیت عمل کردی، اینی سنت عمل کردی، اینی بدعت گفتی. متوجه هستی؟ باز اینا سبب کفران چی میشه؟ ذالک بانهم، آیت قرآن میگه اینا به خاطر چی کافر شدن؟ لانهم کرهوا ما انزل الله. سبب هشتم که است این است که نواقض ایمان نمیفهمند. نواقض ایمان یا شکننده های ایمان است که تقریبا 10 شکننده ایمان داره، اینه نمیفهمند. ایمانش مشکنه ولی او رو نمیفهمند.